نمیدونم چه زندانی بود این زندان سندی ابن شاهک که حالا تو زیارتش داره. یه زندانی بود خیلی عجیبه، زیر زمین این زندان رو درست کرده بودن. المعذب فی قعر السجون، طبقه بالا نبود. اون اتاقی هم که حضرت رو زندان کرده بودن یه چاله کنده بودن، امامو گذاشته بودن اونجا و قل و زنجیر به بدنش گذاشته بودن. چه زندانی بود. روزش تو زیارتشه. ز ساق المرزوز، این حلقه های زنجیر پوست و گوشت و ساییده بود و به استخوان رسیده بود، کوبیده بود استخوانها، نمیذاشتنم بیرون بیاد. آفتاب نمیتابید. فی ظلم المطامیر، در تاریکی. خیلی هم به حضرت سخت میگرفتن. من این جمله آخر مصیبت رو از یکی از علمای اصفهان شنیدم. ایشون منبر میرفت، ایشون گفتن یه ساعت نیم ساعتی مونده بود به شهادتش، به زندانبان فرمود اگر ممکنته منو تا تو حیات ببر. زندانبانم دید حضرت رو زهر دادن دیگه داره شهید میشه، گفت باش. آوردش تو حیات. نمیدونستم برای چی حضرت گفته منو ببر تو حیات. وقتی رسید تو حیات رو به قبله وایستاد، سلام داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. گویا به ما داره درس میده که تا لحظه آخر عمرتون از حسین جدا نشید. واقعا داره درس میده. بعدم که شنیدید بدن مطهرش رو روی تخته انداختن، 4 کارگر اومدن بدن رو برداشتن بردن روی جسر بغداد. مردم جمع شدن و دیگه دولت هم نمیتونست کاری بکنه. با یه دنیا عظمت حضرت رو آوردن همین جایی که رفتیم هممون زیارت کردیم، دفن کردن. اما یه همچین تخته‌ای برای ابی عبدالله نبود. این 4 کارگر برای ابی عبدالله نبود.